الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على السخنان زیبای مولانا کرد مولانا ملک محمد کرد همکار گرامی من استفاده کردیم. وقتی که ما میخواهیم نعمتی را که الله تعالی به وسیله دین اسلام به ما عنایت کرده است، آخری دینش و نعمتهایی که الله تعالی به وسیله قرآن عظیم الشان و تعلیم زیبای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به بشر داده و به انسان داده است، بخواهیم نگاهی بکنیم باید همیشه نگاهی به دور جاهلیت داشته باشیم که در دوران جاهلیت چه ظلم‌هایی و چه مظالم و چه وضعیت حاکم بود در دنیا. جاهلیت اولا قرآن می فرماید، جاهلیت قبل از اسلام جاهلیت اولا است. حالا بعد هم توی دنیا جاهلیت خیلی زیاد آمده و هنوز توی دنیا جاهلیت موجود هست. او دورانی بود که از اعتقاد صحیح توی دنیا یافته نمی شد مگر خیلی اندک و کم که به حساب نمیاد. و دوری بود که در آن از عملکرد خوب برنامه خوب در دنیا وجود نداشت، خبری از اخلاق نبود، تمدن بشر آنچنانی نداشت و بسیاری جا از این کره خاکی بخشای بزرگی خالی از تمدن بود و فرهنگ درستی و صحیح در بین ملتها وجود نداشت و جاهلیت هم معنیش همینه. ولذا دوران نفس پرستی بود، تکبر بود، منیت بود، حقوق ضعفا ضایع بود، بچه ها که کشر ضعیف است با اونها محبت آنچنانی وجود نداشت. حق زنان هم در جامعه پایمال شده بود و زنان برای زنان حرمت و کرامت قائل نبودند، حق و حقوق قائل نبودند و زنان با بی حرمتی برخورد می شد. و همینطور سایر اقشار که ضعیفتر بودند در جامعه حقوق
حسابشون پایمال میشد و به حساب نمی آمدن، توجه به اینها نبود. وقتی که دین اسلام آمد به همه این اقشار توجه کرد، دور ایمان آمد، اعتقاد صحیح و درست، دور عمل کرد درست، برنامه احکام آورد و احکام نورانی در دین اسلام نازل شدند. نماز آمد، پرداخت زکات و صدقات آمد و روزه آمد، کم کم به تدریج حج آمد و بهترین برنامه اخلاقی و تعلیم اخلاق زیبا و مکارم اخلاقی توی جامعه آمدن. خوبی ها آمدن، دور بسیار جالبی آمد. زنان احترام پیدا کردن، زنان حرمت پیدا کردن. آن حضرت برای زنان احترام خاص قائل شدند و در برنامه دین زنان را برابر و همسان با مردان قرار دادند و فرمودند که زن شقائق مردانه، شقائق یعنی به هر حال یک قسمت از بشر و انسان، مرد یکی زنن، زن از مردی و از جنس مردی و مانند مردی و مثل مردی و حرمت داره، احترام داره. و چه فرقی هست بین مرد و زن که مرد حرمت داشته باشه، حقوق داشته باشه، زن داشته نباشه؟ این حقوق زن خیلی سنگینه و زنان حرمت قائل شدن، زنان در میراث شریک شدن، زنان دارای مال شدن، دارای احترام شدن. در سرنوشت خود زنان باید زن دخیل باشه، باید از زن مشورت بشه که در جاهلیت نبود. و اسلام آمد، دین اسلام زنان احترام داد، جایگاه داد، حرمت داد. برخورد نامناسب من کردم به زنان و شکایت وقتی که به آن حضرت رسید که بعض نسبت به زنانشون با خشونت رفتار میکنن، زنان حتی میزنن. آن حضرت در سخنان خود فرمودند که این افراد، این مردان خوب نیست. البته یک بار از مردان شکایت آمد که زنها اطاعت نمی کنند و یک بار از زنان شکایت آمد. ولی این همون برنامه های نامتعادله که در دوران جاهلیت بود. فرهنگ جاهلیت هنوز در میان مسلمانان کم کم داشت از بین میرفت. لذا شکایت ها وقتی که شکایت زنان آمد، دومی شکایت زنان بود، اولی شکایت مردان بود. آن حضرت توصیه کردن، گفته که اینهایی که به زنانشون با خشونت رفتار میکنند اینها خوبان ما در جامعه نیست. کلمه آن حضرت بود، صاحب وحی بود، چنان تاثیر کرد که تمام جامعه مدینه بالاخره حساب کرد و فرمود که من از همه شما بهترم برای زن و بچه ها و بهترین شما فرمود کسی است که با زن و بچهش خوب باشه، با زنش خوب باشه، با خواهر و مادرش خوب باشه، کسی که با فرزندان خوب باشه و
فرمود بهترین شما اون انسانی است که اخلاقش، کردارش، رفتارش با زن و بچه خوب باشه. خیارکم لنسائکم، بهترین شما کسی که با زن و بچه بهتره، با زنان بهتره. و آن حضرت یک تمدن جدیدی را بنیان گذاری می کردن، یک فرهنگی که تا قیامت ماندگاره او را بنیان گذاری می کردن و لحاظا توصیه می کردن نسبت به زنان، نسبت به مردان. و زنان قریش را، بعضی زنها را به خصوصی نسبت به اونها آن حضرت صحبت می کردند و اونها را معرفی می کردند. فرمودند که از بهترین زنان جامعه ما زنان قریشند. آن حضرت فرمود که اینها برای فرزندانشون خیلی برای تربیت فرزندان، تربیت اولاد، توجه به اولاد، نگهداری اولاد خیلی حیاتی و مهمه. فرمودند که اینها برای بچه ها خیلی مهربان و شوهرها را خیلی خوب نگهداری میکنند و حق و حقوق شوهر مراعات میکنند و اموالشون حفاظت میکنند. اموالی که در دست زنانه اینها رعایت میکنند و هم فرمودن که اینها بچه مهربان به بچه ها و زن مهربان، مادر مهربان اونه که بچه را ویل نمی کنه، او را تربیت صحیح میده و نسبت به تربیت او برنامه ریزی می کند. مواظب فرزند و بچه هست و آن حضرت صلی الله علیه وسلم خیلی اهمیت قائل بودن به تعلیم زنان. هر حاکم و حکومت که به تعلیم زنان برنامه ریزی داشته نباشه یا به تعلیم ملتش، به تعلیم بچه ها، جوانان، نوجوانان، او برنامهش میشه توی دنیا ناقص. و آن حضرت خیلی توجه داشتم به تعلیم همه امت، به تعلیم مردان، به تعلیم زنان خیلی توجه داشتم. در مدینه منوره در مسجد النبی یک دروازه اختصاصی برای زنان بود، باب النساء بود. زنان به نماز جمعه پشت سر آن حضرت می آمدن، اقتدا می کردن، گرچه نماز جمعه بر زنان فرض نیست، بر مردان فرضه. این تخفیف برای زنانه، ولی اگر بیایم به نماز جمعه ثوابی را که مردان میبرن الله تعالی به اونها عنایت میکنه. زنان می آمدن، باب النساء برای اونها باز بود که با تسهیلات بیشتر، با راحتی بیشتر بیاین و برن و نمازشون برگزار کنند. در نمازهای مختلف یومیه زنها مشارکت داشتند. نماز صبح می آمدن، نمازهای دیگه می آمدن و نماز عید حضرت تاکید کرده بود. احادیث در تمام صحاح موجودن که حضرت حتی دختران فرمودن بیا شرکت کن. زنهای محجبه هم که از خدمت آزادن بیا شرکت کنن و جمع قابل ملاحظه از زنان مدینه در نماز عید شرکت میکرد. و در یکی از عیدها آمده که حضرت وقت خطبه دادن احساس کردن که خطبه آن حضرت به زنان نرسیده. روایت بخاری، روایت دیگه حدیثه که حضرت بعد از نماز آمدن و در کنار جمعیت زنان ایستادند. بلال همراه بود رضی الله تعالی عنه و آن حضرت برای زنان صحبت کردند. دوست داشتن که برای زنان صحبت کنند، زنان تعلیم بدن،
آن حضرت به زنان صحبت کردند و یکی از مسائلی که زنان تشویق کرده اینه که از اموالشون در راه الله صدقه کنند، به فقرا و مساکین کمک کنند و چنانچه زنان همین کار کردند. زنان درخواست کردن که یا رسول الله مردان غلبه کردن بر ما و دور بر شما را چنان گرفتن که دیگه ما نمیتوانیم که نزدیک بیاییم و شما یک روزی برای ما اختصاص بدید که ما بیاییم به حضورتون و مستقیما سخنان شما را باشیم، جلسه اختصاصی برای ما بگذار. حضرت قبول کردن، جلسه اختصاصی گذاشت و آمدن اونجا و صحبت کردن و زنان سوال کردن حضرت و لازم توجه آن حضرت صلی الله علیه وسلم را به تعلیم زنان و علم و دانش برای همه، برای زن بود، برای مرد بود و توجه آن حضرت صلی الله علیه وسلم به تعلیم زنان و مردان بود و زنان می آمدن مستقیما به حضرت مراجعه می کردن و مسائلشون سوال می کردن. گاهی زنی می آمد که من حرف تنها با شما دارم، فرمود که شما کناره بیست که من فارغ بشم صحبت شما را گوش کنم. آن حضرت اگر با کسی مشغول صحبت بود از او فارغ می شد، با این زن تنها می شد توی کوچه یا توی محلی که بود، گو که قیامت گو که تو این کوچه بیست اینجا تا من حرف این را گوش کنم بی حرف تو را. و آن حضرت حرف اون را گوش می کرد و اهمیت قائل بود برای زن و حرف اونها را رسیدگی می کرد، راهنمایی می کرد، ارشاد می کرد و اگر کاری دستان حضرت بود کس دیگر بود سعی کرد انجام بده، کاری کس دیگر بود توصیه می کرد. که یک بار کسی را گفتن که شما کنیزی بالاخره آمد و با آن حضرت صحبت داشت. آن حضرت کنار رفتن صحبت او را گوش کرد، غلامی صحبت غلام گوش کرد، مردی زنی برابری بود. توجه آن حضرت صلی الله علیه وسلم به همه یکسان بود، نگاه آن حضرت به همه یکسان بود، برای زن حرمت قائل بود. در یکی از سفرها بالاخره توی کاروان زن هم همراه بودند، زنان و آن حضرت فرمودند که شما رعایت زنان بکنید که در این کاروان همراه، زنان مراعات کنید. توی سیری که کاروان میره گاهی نیاز میبوده که رعایت زن بشه و توی حرفها که گاهی گفته میشه مراعات زنان بشه که توی این کاروان همراه. زنان حرمت خاصی داشتن، احترام داشتن و نکته مهم اینه که توی جامعه ما زنان با احترام داشته باشند. حکومت، دولت، مسئولان، عموم مردم وظیفه همه ما هست که برای زنان جایگاه قائل باشیم، برای زنان حرمت قائل باشیم. نباید برخورد نامناسبی هیچ کسی با زن بکنه. حرمت زن اگر زن بازداشت میشه حرمتش رعایت میشه. اگر زن حتی حجاب رعایت نکرده باید حرمتش مراعات بشه. هیچ مامور و هیچ شخص حق نداره که به زن اهانت کنه، توهین بکنه. بد برخورد شد با زنان و اونطور که شایسته زنان بود، مقام زن بود، جایگاه زن بود، متاسفانه او جایگاه را
که ما باید رعایت کنیم رعایت نشد. کسانی مأموریت داده شد کسانی بودن که اصلا خیلی از این تعلیم فاصله داشتن، با زنان و نحوی برخورد شد که زنها را عصبانی کرد، حقشون مراد نشد. توی بازداشتگاه ها، توی زندان، توی همه جا باید مقام زن رعایت بشه، حرمت زن رعایت بشه. نباید هیچ کسی نمیتوانه به عنوان مسلمان توهین بکنه به جایگاه زن، به مقام زن، به زن بد بگه، به زن بیراه بگه. بالاخره ماموریتی که داره ماموریتش را معقول صحیح به حرمت، حفظ حرمت طرف مقابل او را یک تذکری میدهد. بالاخره او ماموریتش باید با حفظ کرامت انسانی، با حفظ حرمت انسانی چه بازجو و هیچ مأمور کارشناس توی بازداشتگاه حق نداره از لحاظ قانون و از لحاظ شریعت. اسلام حرامه و ممنوعه کلمه بی حرمتی نسبت به زن یا نسبت به مرد به کار ببره و این خلاف اصل دین اسلامه، خلاف تعلیم حضرت نه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، نه خلفای راشدین، نه حضرت علی. حضرت علی به هیچ کسی هیچ متهمه، ولو اینکه متهم قتل سنگین ترین جرمه، سنگین ترین جنایت، حرمت او را از بین نبرد و دشمنان خودشون را که در میدان معرکه، در میدان بدر، در میادین جنگی دستگیر کردن، به هیچ کسی توهین نکرد، به هیچ کسی، بلکه اسیر خوب نگهداری کرد، پذیرایی کرد در جمله متهم. بالاخره حرمت او نگهداری او این دین اسلام، تعلیم اسلام و باید از خود دفاع کنه و او حق دفاعیات را داره و حق وکیل داشتن چیز قانونیه، وکیل آزاد بگیره و بتونه وکیلش رو دفاع کنه، خودش از خود دفاع کنه. و زنان اگر در بازداشتگاه سرشون بیفتن، هم مادران، دختران، خواهران و انسانی که حرمت داشته باشه به زن بی احترامی نمی کنه. انسانی که مسلمان باشه و بوی از اسلام داشته باشه به زن نمیتونه به احترامی بکنه. و این حیاتی این مسائل و این مورد توجه قرار بگیره و به هر حال گلایه هایی که موجود هست همینه که چرا آنچه که خلاف قانون انجام میگیره از ناحیه مامورین خلاف قانونی، همه قانونی که الان متداوله و موجوده توی کشور یا خلاف شرع انجام نمیگیره، چرا اینا جلوشون گرفته نمیشه؟ چرا با اینا برخورد نمیشه؟ چرا اینها اصلاح نمیشه؟ مردم گلایشون اینه. مردم ایران هستند که به صحنه آمدند و اعتراضات داشتند و انتظار این بود که به این خواسته های به حق مردم، نه خواسته ناحق، ما میگیم که خواسته ها یا به حق مردم، چه که حق مردمه، به این خواسته های مردم چرا توجه نشد؟ در حالی که همه دنیا، شما ببینید تمام دنیا
به خواسته های ملتشون و مردمشون توجه میکنن. این به نفع حاکمیت بود، به نفع ملت و دولت بود، به نفع همه بود. خواسته های مردم میگه تبعیض نباشه. مردم چه میگن؟ مردم عدالت میخواستن. عدالت یک چیزی است که قرآن مطرح کرده و عدالت در اعتقادات برادران شیعه ما جزء اصول دینی، ما در قرائت اهل سنت جزء اصول دین نیست، جزء فرائض واجبات ارکان دینی. ولی در اصول اعتقادی برادران شیعه این اصول دینی. مردم وقتی میگه عدالت یعنی خواهان اصول دینه و هیچ چیزی بدی نیست که مردم میخواه. یا مردم میگه تبعیض نباشه، این بد نیست، تبعیض درسته. تبعیض و همون بی عدالتیه، یا میگه آزادی بیان یا میگه آزادی کلام. هیچ چیزی که قانون تضمین کرده، چیزی حرف قانونی است و هم قانونی نگفته، هم دین اسلامی نمیگه. خواسته مردم خواسته برحق، یا خواسته مردم این بود که گفتم مثلا توی انتخابات به هر حال و تعیین صلاحیتها، تایید نامزدها افراد شایسته، افراد توانمند، مدیران لایق چرا توی لیست حذف میشن، چرا نیستن؟ این چیزی بدی نبود. توی لیست وقتی که نامزده های ریاست جمهوری مطرح میشن، چرا افراد قدر در کشور هست، افراد توانمند هست، در همه قومیت ها هست، در همه مذاهب هست، چرا اینها تایید نشن که بتوانند به عنوان مدیر توانمند، مدیر لایق در نمایندگان مجلس، به عنوان رجال مملکت، به عنوان سیاست مداران کشور را سیاسیون اداره بکنند و سیاست مداران هم که کشور اداره میکنند. نظامیان نمیتوانند کشور اداره کنند آنطور که سیاست مداران میتوانند اداره بکنند و سیاست مداران چرا میدان ندارند. و تو دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم امروز خیلی کشور هست که آزادی هست، آزادی احزاب و افراد خود را نامزد میکنن، مردم که تعیین میکنن که چه کسی بره به مجلس، چه کسی رئیس جمهور بشه و انتخابات به معنی واقعی هست تو خیلی کشورها. و این کشورهای دموکراتیک هستند که معمولا اونجا مردمند که نمایندگان واقعی را تعیین میکنند و نماینده یا مجلس نماینده دولت نیست، نماینده نظام نیست، نماینده حاکم نیست، نماینده مردمه. و توی این یک امتیازی برای مردم که نماینده بفرستن که بتونه از حق و حقوق مردم دفاع کنه، حرف مردم بزنه، بر قانون اجرای صحیح قانون، سیاست های داخلی و خارجی نظارت کنه. چرا این سیاست ها اگر صحیح نباشن به ضرر کشور تمام میشه. مردم خواستش اور همین بود که بالاخره دایره تنگ نباشه و دایره وسیع باشه، افراد بیاین، شرایط سخت نباشه. همینطور که توی بعض کشورها متاسفانه توی دنیا
این دو طیفند، یکی همون که آزادی تویشون هست آزاد و واقعا آزادی موجوده. بعضی کشوران که خیلی اونجا سختیه، هر دوره یک ریاست رئیس جمهور خودش جلوتر مشخصه و همینطور برای نام انتخابات توی بسیاری کشورها همینطوره. هر سال میبینیم که همون رئیس جمهور دو مرتبه همونه، هر کسی را بدانه که رای داره اون نمیگذاره تو میدان، یا به زندان میاندازه یا از صحنه بیرون میکنه، پرونده برای او تشکیل میده. ولی کشورهای دیگری هست که تویشون آزادیه. توی اسلام به همون آزادی نزدیکه. نظر اسلام هم همینه که دائما یکی نباشه، تنوع باشه، بیایند و برن بر حسب صلاحیت، بر حسب لیاقت. بعضی حالا تو این شرایط کاش که این شرایط به بحث میگذاشتن که برای تایید صلاحیت خب این دادن به نهادها که تایید بکنن صلاحیت نامزدای انتخاباتی از مجلس و ریاست جمهوری را و شورای نگهبان تایید نهایی را بکنه. آنجا شرایطی هست که خیلی سخته، من جمله التزام شریعت، التزام دینی. التزام دین برای داخل شدن در اسلام شرطه. شما میخوای مسلمان بشید باید شرطش اینه که شما التزام داشته باشی که بدین اسلام عمل کنه. حالا یک همون لحظه که کسی التزام بکنه که من عمل میکنم بدین، نماز میخوانم، روزه میگیرم، در دین اسلام داخل میشه، بعد اگر کوتاهی بشه از اسلام خارج نمیشه. ولی التزام دین چه نیازی برای مثلا یک شخصی که استاندار بشه، برای یک شخصی که مدیر کل بشه، برای کسی که نماینده مجلس بشه، برای ریاست جمهوری بشه التزام. حالا ما میبینیم توی روزنامه و رسانه ها میگه التزامش نداشته، التزام عملی میدی، یعنی توی مراسم نبوده، توی نماز نبوده. لیاقت داشته باشه، شیاستگی داشته باشه. شما کسی را بیارید که التزام اینا را که شما تایید کردید و از فیلترهای سخت رد کردید، این اختلاسا به وسیله چه کسانی توی کشور صورت میگیره؟ بالاخره تو همینه که شما تایید کردید، این کس دیگه تایید نکردید. مدیر که شطور با بار میبره، این همینه که بالاخره گفته که التزام به ولایت فقیه داره و التزام به شریعت و دین اسلام داره، ای فلان داره و خالص سازی کردی به قربان خودتون. بالاخره این همینا که حالا این فساد ببینید در کشور چنان پیچیده که هیچ قدرتی هیچ کسی نیست که با این فساد مبارزه بکنه. ما به همین یقین رسیدیم، ملت به همین که دولت نمیتونه، حاکمیت نمیتونه با این مبارزه بکنه. فساد خیلی پیچیده و فراگیر شده است. و این از کجا آمدن؟ این همینه که تاییدیه گرفتن. اگر شما وجدان و رعایت میکردی که چه کسانی وجدان کاری دارن، چه کسانی صلاحیت دارن و اینا شایستگی مغزای متفکر کشور که فرار کردن، هجرت کردن، مغزای متفکری که الان در ایران هستن، اینا را می آوردید، اینها برنامه ریزی می کردن، اینها در رأس بالاخره ادارات بودند، مدیریت به اینها می رسید، نمایندگی به او کسی که رجال باشه، نمایندگی به زنان شایسته، به مردان شایسته. بالاخره مردم راضی می شدن و الان به هر حال هیچی از خواسته های مردم، حرف مردم شنیده نشد متاسفانه.
این مردم دلسوز بودن، اینها خیرخواه بودن، خیرخواه مملکتن. اما ما همه ایرانیان خیر مملکت را میخوان، ایران دوست دارن، کشور دوست دارن، اسلام دوست دارن. همه زنان ایرانی محبت دارن با دین اسلام دوست دارن، به دین احترام قائلن، به کشورشون عشق میورزن و اینا حرفش ایرانیه و اینا حرفشون اگه شنیده میشد بسیار به نفع بود، بسیار بخیر بود. تغییرات تا این توی کشور تغییرات نیاید رضایت مردم حاصل نمیشه، مشکل مردم حل نمیشه. تغییرات و تحولات اگر صورت میگرفت و شکل میگرفت و آنچه که روشایی که جواب نداده، روشایی که سیاستایی که به بنبست رسیده اگر این تغییر حاصل میکردن، امروز مردم روحیه داشتن، شما ندا میکردید به ندای شما پاسخ میدادن، به صحنه حضور حاصل میکردن. 40 خورده سال توی صحنه های مختلف سیاسی، توی صحنه ها انتخابات و غیره مردم توی راهپیمایی ها حضور پیدا میکردن به ندا، ولی حالا مردم روحی خود را چرا از دست دادن؟ و این واقعیتی که من میگم، نه این که من تبلیغاتی میکنم، این واقعیت. چرا مردم روحی را از دست دادن؟ چرا اونهایی که دیروز آستین بالا میزدن و میامدن فعالیت میکرده امروز چرا نشستن توی خانه هایشون؟ برای آنکه روحیه ندارن و احساس میکنن که تکرار مکرره و لحاظا مهم است این نکته که مدیران کشور باید مدیران فکری در رابطه با مدیران کشور بشه، مدیران توانمند بشن. روال سابق جواب نداده، روالای سابق جواب نداده، چیزی که جواب نداده او را تکرار نکنید و مشکلات بیشتر میشه. الان فقر و فساد و گرسنگی خیلی در کشور فشار آورده و دعا کنید که الله تعالی برطرف بکنه و فرج بیاورد. 2 جمعه قبل دادم در رابطه با موردی که توی رسانه ها مطرح هم شد، موضوع سفیر شیرانی که به صورت مشکوکی به قتل رسیده است و این هنوز ذهن جامعه صاف نیست و ما امیدواریم که موضوع را بررسی کنن بی‌طرفانه مسئولان قضایی و امنیتی و به هر حال این موضوع مشخص بشه که چه کسی قاتل اینه، چه کسی این را کشته یا جریان چه بوده. این ما درخواست داریم که در بیاورم. این نوع مسائل به امنیت تاثیر میگذاره و امیدواریم که مسئله را بررسی کنند و این موضوع واقعیت هرچه هست روشن بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.